بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای محترم، درس امروز ما به سلسله اصطلاحات عقیده را که شروع کرده بودیم. اسلام وقتی که دایرهش وسعت پیدا کرد، مثلا از شبه جزیره عرب برآمد، بالاخره اسلام آمد در فارس، اینجا اسلام داخل شد و مردم مسلمان شدند. در روم مردم مسلمان شدند، در چین مردم مسلمان شدند، بعضی مناطق اروپا مسلمان شدند. به این شکل اسلام در اروپا، در افریقا، در آسیا، در مناطق دور دور اینجا اسلام چی شد؟ نشر شد. وقتی که اسلام در اینجا رسید، قبلا در این مناطق، مثلا در مناطق افغانستان و در مناطق مثل طرفهای ترکیه و اروپا و اینجا مردم بعضی چیزها داشتن. مثلا قبلا فلسفه داشتن، منطق داشتن، این علوم قدیمی اونا داشتن، علوم عقلی، مثلا ارسطو و مثلا چی میگن، افلاطون و ارسطو و سقراط و اینا از فیلسوفای بسیار قدیم بودن. یک قسم فیلسوفای بودن به نام سوفسطایی ها بودن. خب مکتبای فلسفی بسیار زیاد بود. این حال وقتی که در این منطقه اسلام داخل شد، با داخل شدن اسلام در این منطقه چی مشکل پیدا شد؟ مشکلی پیدا شد که مردم امی فلسفه و منطق و این علوم دیگره که اسلام چی کردن؟ گد کردن. و یکی از خطرهایی که در بین چی است، در امی علوم اسلامی هست که او را علما امیال هم میخوان علما ایره پاک بکنن، او چی است؟ شما تصور بکنین، مثلا این مثال ما براتون چندین مرتبه گفتیم که مثلا شما فکر کنین دریای کابل از کجا حرکت میکنه؟ از پغمان. سرچشمهش پغمان است. شما اگر پغمان برین و از همون جایی که این آب سرچشمه گرفتن، از این آب شما بنوشین، باور بکنید این آب هم خوش کافر میه، هم خوش مسلمان میه، اون دور هم ببری یا خوشش میه، یهودی هم ببری یا خوشش میه، بسیار کم که یک گلاس آب بیتی این خوشش میه. لکن وقتی که از اونجا حرکت میکنه، او آهسته میه دنیمرا که آمد مردم کابل خدا هدایت بکنه. مثلا نفر دیگه آمده صاحب گندنه و مولی سرخک و پیاز و کچالوی خدا دمی او میشه. بالاخره صاحب اینمی آب صفا و زیبایی که از پغمان حرکت کرده بود و بسیار لذیذ بود و بر صحت مفید بود، بالاخره صاحب وقتی که در پیش پل خشتی برسی، اینجا از دریای کابل یک قطره او خوردن نمیتونی. این او میکروبی هست، این او مردار هست، این او بدبوی است، این او چتل است، یعنی هیچ قابل استفاده نیست. متاسفانه بسیاری از مسائل دینی هم اینمی قسم شده که وقتی که قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله صلی الله علیه و که در مکه مکرمه و در مدینه منوره نازل شد، یعنی اگر باور بکنین بر شما، بر ما تجربه شدن، یعنی وقتی که قرآن عظیم الشان و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و بر یک کافر تشریح کردیم، مثل اونمو آب زیبای پغمان وره، اما کافر قناعت کرده، گفته والا آنچه که در قرآن آمده و سنت رسول الله صلی الله علیه و آمده این خوب بسیار زیبا هست. اما مشکل چیست؟ مشکلی است که وقتی که اسلام از مکه مکرمه حرکت کرد، آمد تا افغانستان رسید، تا چین، تا این منطقه رسید، تا هندوستان رسید، سید بین اسلام اول بسیاری مردم رواجهای خود داخل کردن. یک جوی چتلی که در احکام اسلام داخل شده و امروز اکثرا دشمنای اسلام سر از اون انتقاد میکنن، امی مرداری و کثافت چی هست؟ عادات و رواج و عنعنات مردم است. مسلمان ها عادات پدری خودن، رواجهای قومی خودن، از زمان کیکاووس و از زمان مثلا امو پادشاه های قدیم این عادت ها در بین مردم افغانستان وجود داشت. ایران صاحب داخل کرده. امروز سرسخت‌ترین مردم در افغانستان نوروز ما کم میگیره. خب برادر تو خود مسلمان شدی، حالا نوروز چی میکنی؟ عرب ها خوبیشان در چی بود؟ عرب ها داشتن بدیها، عرب ها داشتن مثلا دخترای خود زنده به گور میکردن. وقتی که قرآن آمد این فرهنگ اوسو انداختن. عرب ها بتهایشان از بتهای موضوع که بسیار زیاد بود، 360 بت در اطراف مکه بود و در منطقه بتها بود و در خانه به خانه، در هر خانه مردم مکه قریش که میرفتی، در هر خانهشان صاحب در سر دیوالش بود، در اونجا کنج اولیش بود، در اونجا بود
یا مجردی که اسلام قبول کردن این بت‌ها را کاملا از بین بردن. فرهنگ‌های جاهلیتی که آثار جاهلیت بود از بین بردن. او فرهنگ‌ها و او عاداتی که از دین ابراهیم علیه السلام گرفته شده بود او را ماندن. فرهنگ خوبش هم بود، شجاعت، دفاع از غریب، دفاع از مسکین، این چیزا را ماندن. اما فرهنگ‌های زشت و خرابی که بود این را ترک کردن. اما در بسیاری از کشورها مثل افغانستان، مثل پاکستان، مثل هندوستان، اینجا مردم چی کردن؟ یا گفتن نه سید، هم من مسلمان هستم، هم سید من پشتون هستم، هم ز پختونیم، هم ز مسلمانیم. ز خپل پختو ساتم، سرقم پختو ساته، دختر خودم میفروشم. برو امیل سید که در خانه مردم افغانستان دری زبان و پشتو زبان و ازبک دختر خودم مسلمان هستی، خوب مسلمان است، حتی عالم است، مولوی هست، دختر خدا بری باش بگی مولوی صاحب من دخترت میخوایم برای بچه‌م بگیرم، میگه 5 لک روپیه تویانش. او برادر اسلام تویانه هست، مهر است، در وادی نکاح تعیین میشه و او باز برای دختر داده میشه. یک مقدارش اگر واسش رسید عاجل برش میده، یک مقدار یک واسش نرسید باز طول زندگی خود 5 سال بعد 10 سال بعد برش میده. 50,000 تعیین میشه والمهر علامات رادیه برای زایت جانب. این میگه نه 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 ما 5 لک روپیه جیبای خودم پر میکنم. ما برشم دین تشریح کردم، یک نفر بر ما گفت که والا استاد ما خپکیگه مونږ دلته اسلام نکو دلته پښتو کو. ما وچات برام خلاص تاسو چې پښتو کوي زه پښتو نشم کوي، ځکه چې پښتو قوانین د جاهلیت قوانین ده. قوانینی که در فرهنگ پشتو و دری و ازبکی هست خفه نشین، ما خفه کیگی در جاهلیت قبل اسلام ده. اسلام میگه، قرآن میگه و فی القصاص حیات، در قصاص چی هست؟ زندگی هست، باید قاتل کشته شود. قوم ما و مردم افغانستان چی میگن؟ میگن 3 تا دختر بده باز قاتل بره رخصت است. این است بدگیری. اینال مردم غیر مسلمان، مردم غیر مسلمان قرآن بد نمیگن، که قرآن جنجال ندارن. کافرها قرآن سنت صحیحه را برش بیت قبول میکنن. چطور در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و آله مردم روز به روز مسلمان میشد؟ و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. امروز به خاطر چی کافر میشن؟ به خاطر ازی کافر میشه که مثلا یک نفر برای ما زنگ میزنه، یک نفر برای ما میگه که سای فلانی نفر لندن رفته و نصرانی شده. چرا نصرانی میشه؟ بچه مولوی صاحب هم است. چرا بچه مولوی نصرانی میشه؟ میگه به خاطر از اینه که من این دین پدرم قبول ندارم، دینی که خیرات خوری است، دینی که اسقاط خوری است، دینی که تمام روز در ختمه 5 سپاره بگو میخوانم تو 1 سپاره میخوانی 4 سپاره دیگه ش دروغ تیر میکنی، دینی که سر غریب و بیچاره مسکین چال جور میکنی به نام فال و به نام تعویض از جیب ازو پیسه را میگیری، دینی که مثلا مردم در چشم مردم مدرایی که کافر دوستی میکنی و باز بر مردم میگه که این دین اسلام است. از این دین مردم متنفر میشن، از این دینی که ما فرهنگ خود دو داخل کردیم و به نام اسلام او را تبلیغ میکنیم. داخل کرده فلسفه را، وقتی که فلسفه داخل شد مشکلات عقیده پیدا شد. چه قسم مشکل عقیده پیدا شد؟ همین بحثی که ما و شما سرش مسئله تعویل میگیم. صحابه کرام چی میگفتن؟ صحابه کرام میفهمیدن که وقتی که میگه که یاد الله فوق ایدیهم، میگفت دست خداوند بالای دستهای از این است. خب یاد چی ترجمه میکردن؟ میفهمیدن یاد به معنای دست است، لکن تنها دست سرش گپ نمیزدن. اونجا میامدن آیات دیگه قرآن میخوانن که لیس کمثله شیء، مثل خداوند هیچ چیزی نیست. پس وقتی که میگیم ید الله، دست الله، پس اینه نباید با کسی با مخلوق تشبیه بکنیم. اصلا در قلب صحابه کرام تشبیه ایجاد نمیشد. چرا تشبیه ایجاد نمیشد؟ به خاطر ازی که اونا میفهمیدن که لیس کمثله شیء. همین قسم که ید الله رو میفهمیدن، همین قسم لیس کمثله شیء من ایس یک فرمول در کلهشان بود، عقیدهشان بود که تمام مخلوقات با خالق متعال کاملا فرق دارن. چرا؟ مخلوق اگه دست داره دست مخلوق است، به مخلوق بودن از او دلالت میکنن. مخلوق اگر پای داره دلالت به مخلوق بودن از این میکنن. اگر روی داره روی مخلوق است، دلالت به مخلوق بودن از این میکنن. اما وقتی که باز میایم سر خالق گپ میزنیم، باز اینجا مخلوق از نظر خود چی میکنیم؟ اوسو میکنیم. پس میگیم یاد الله، بله دست الله هست. چه قسم است؟ ما قسمش نمیفهمیم. کیفیت داره؟ بله کیفیت داره. به کیفیت خود خشک است. خیلی وقتی دست الله کیفیت داره، چه قسم از کیفیتش؟ کیفیتش غیب است. ما میفهمیم؟ نه خیر ما نمیفهمیم.
چرا نمیفهمیم؟ به خاطر ازی که او غیب است، ما غیب نمیفهمیم. خیلی چه قسم عقیده کنیم؟ میگیم یاد الله اونمو قسم است که به جلال و عظمت و شأن الله سبحانه و تعالی شایسته است. دیگه چیز میفهمیم؟ نه دیگه چیز نمیفهمیم. کیفیتش میفهمیم؟ نه خیر، کیفیتش نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ مربوط غیب است. در غیب شما مسلمان ها چی عادت دارین؟ ما در غیب تسلیم هستیم و سکوت میکنیم. خلاص. اما این کسانی که متأثر به فلسفه شده بودن، متأثر به منطق شدن، عیسی وقتی که فلسفه رو در اسلام داخل کردن، یک دفعه صاحب عقاید جور شد، مکتبای اعتقادی. این قدری است، این جبری است، این معتزله است، این خوارج است، این صاحب فلانی است، این فلانی است، این فلانی است. آنقدر مکاتب فلسفی و مکتبا پیدا شد که امیال وقتی که این در بعضی جایا بخونیم، باور بکو بعضی اوقات که استادا تشریح میکرد موی در جان ما میخیست که چی میگن. و متاسفانه این مردمایی که زیاد بحثای فلسفی در غیبیات میکنن بسیار احیانا از دایره ادب خارج میشن. یعنی که یک نفر در غیبیات زیاد دخالت میکنه، این بیادبی هست. برادر یک نظر فرما که این میهن چی میخواهد، زی فکری تو چی میجوید، زی طبعی من چی میخواهد. برادر یک نظر فرما که این میهن چی میخواهد، زی فکری تو چی میجوید، زی طبعی من چی میخواهد. در این کشور به فردایی من و تو جا نمیبینم، نگاه کن عزیزی من زی ما دشمن.